یک بار دیگه ضربه رو میزنه بازیکن تیم داماش گیلان و گل! آزاد جعفرزاده دروازه تیم پارس جنوبی جام رو باز میکنه. این چهره آزاد جعفرزاده است. ببینیم چه کسی این ضربه رو خواهد زد. ابدام داخل محوطه جریمه و مستقیم توی دروازه تیم داماش قرار میگیره این توپ و بازی به تساوی کشیده میشه. در همین ابتدای نیمه دوم چی در توان دارن بازیکن تیم داماش رو بذارن تا شاید بتونن گل دوم رو بزنن. فرصت هست برای پورغنبری، خود پورغنبری یه چرخش و توپ به دست بازیکن پارس جنوبی برخورد کرد. حالا 4 دقیقه از زمان وقت تلف شده وقت باقی است برای نیمه دوم این دیدار. ضربه رو میزنه بازیکن تیم داماش گیلان. این بار چی بود؟ این بار هم خطایی اعلام نمیشه و توپی که میزنن بازیکن تیم داماش و توپ